گداریا رادیو ریات زش مسکوی دکن. سلاف و دم و بخیر گدارین دلال. رادیو ریات زند کار ببین تو اینترنتی وی ناونیشانی. مالتر ریات ز نقطه کم. ایرو شمیه سیبیه کی جتمیه. گداریا دنگو بحث نفتیه کی بکن. وزیر پاراستن آلمانیا اورسولا فون در لاین بیشتر جتمه شف گیشته هولیری. بیستفت جتمه دانسبی پشتی کسردن کامپک پرورده یهزن پیشمرگه کرد لباجروکی پیرمام یهولیری بسروکی هریم کردستانی را هفدیتن کرد. الجور آگاهیان جوین دا برزانی و اورسولا فون در لاین لسرشر دایشی و پیوندین نوبر هر دو ولاتن دا گوتو بیش کردن. مسعود برزانی و اورسولا فون در لاین پشتی جوین کنفرانسی که روزنامه‌نگاری دار خستند و تدا وزیر آلمانی برزانی را گفت دشار دژیدایش دا هون بونه پیشنگی ما. اوی هر وقت بحث باوری آلمانیا پریم کردستانی کر و راگیان دنوا وسال نیوی دا باوری ما پهورازیده بویه باوری کی کو ابنها دکارن پشت خو هف گریبدن هر وقت ام بچه کی مزن هریم کردستانی دنیرن کو پیشوازی الوی هجبار مزن کوچ پرن کریه وزیر آلمانیا دوی کنفرانسی دا وها دوماند که آلمانیا پرورده لشکری دوی 4700 پیشبرگیان و دمک نزیک دا و 2000 ماس و 3000 دست جلوبرگ لشکری شیزن پیشمرگی را بشیدن. پلیتبیرو پارتی دموکراتی کردستانی بیشتر جتمه سال 2015 دخویانیت بلاف کرد و تد راگیاند. وان دخواست شتکیس و عالی کی نکریه نوانکاری نوبر وان و تفگر گورانی دا بکد. بدکی هر وها دا کفشه جبرکو هلوست پارتی وان زلال و اشکریه که بیارن و داویه دنجام هلوست نیجا و دژی برجواندین بلند ی نتوی و نشتیمانی و دور شرف سیاسی ین گورانی چه بونه. دخویانی دا هر وها تگوتن پلیتبیرو بدکی پیویز زنه سینور کریار و الوستین تفگر گورانی را وردانین. بدکی داخیا کرن که گورانی هر دای آلوزیل باشوری کردستانی چه بکن و هزین پیشمرگه و خلق کردستانی دلگرام بکن و نابانگ باشوری کردستانی پیشبری جیانی خراب بکن. بدکی دخواست دکه که گوران باید که یاسایی ور جزا کرن. جگری سروکی پارلمانتوی کردستانی که همندمی دا بردفکی پلیتبیروی پدکیه جعفر ابراهیم راگیان که تفگر گوران خنجر بجار پشتوان دا هر وها دازانین که ایدی وگر و تفگری بو سروکاتی پارلمانتو و حکومت تنیه پشتی بیارین پارزگاه سلیمانی پدکی تفگر گوران گویرتنا آریا خو پیشنداران و یریش سر نوندین خو گنهکار کرد و وزیر وان حکومت دورخست هر وها رید ندا سروکی پارلمانتوی یوسف محمد سلیمانی در بازی حوالی به و بچه سرکاری خو هر وها درباره پنگاوین پدکی با آسایی کرنا رفشی اوی واگود پارتیا پدکی و همه هولین خوا ین قانونی بدن که تفگر گورانی ببن پیشا دادگاهی. الجور آگاهیان 28 جتمه چتین رخصتن دایشی نوچه شنگال یا گریدای پارزگاه موسول سه آلیون دست بیریش که برفره سر چپر نیزن پیشمرگه کردن. هات گوتن که هزین پیشمرگه دشواری برسی و یریش دایشی داد و نوبر هر دو آلیون دا شرکی دشوار درکت و انجام دا یریش هات تکبرن. هجماره که زیده یا چتین وی رخصتنی هاتن کشتن و تزرارک جی نگیشت هزین پیشمرگه. پیشمرگه بیشتر 25 سلف باجاری شنگالی باشوری کردستانی دایشی هاتیه استاندن او ایدی هزا دایشی شرکرنی را نمایه. فرماندهای پیشمرگه شنگالی جید بیشه دمک نزیک دادی توای شنگالی واره رزگار کرن. نزیکی سالکیه هزید پیشمرگه در بازی نو باجاری شنگالی بونه و دژی چکدارین دایشی شرد کن. چاریکه که شنگالی دستی پیشمرگه دایه. فرماندهای پیشمرگه بیشن او جین شنگالی این دستی پیشمرگه دان جین استراتژیکن و هر لویده که دایشش علی پیشمرگه و تندیتن و لرفش حاضری بلندانن. هزین یکیناین برخدان شنگالی یکیناین پاراستن جنین شنگالی و هزین پاراستن شنگالی دخیانی که هفپار دانه چاپمنی و دبن نوی فرمانداری ازیخانی یاش بورزگاری شنگالی فرمانداری که هفباش آوا کرد. هزین یکیناین برخدان شنگالی یکیناین پاراستن جنین شنگالی و هزین پاراستن شنگالی 28 جتمه پشتینی رو البرگه یبجی هاتن جمهف و بدخیانی که فرمید دبن نوی فرمانداری ازیخانی یاش بورزگاری شنگالی دا فرمانداری خویا هفباش دامز راندن. فرماندار یبشی مظلوم شنگال دخیانی دا و بانک همو هزن لشنگال شرد کن که دبن دیوان فرمانداری هفباش یا شنگالی دا شرد کن.
دخیانی پیام یکتی ها داین اوجبو پنگا و رزگار کردن شنگالی بانگا دستکیل هزین کردستانی پکیکی ینکی او پدکی هات کرن شنگال داخیا کرن که رزگار کردن شنگالی نتنی ارکا هزین ازدیه رزگار کردن رجلات ناوین او کردستان شنگالی را در بازده به دامزریناری هزین پاراستن شنگالی هیدر ششجی دیار کرد که افد دروژن دیروکی او پیروز را در بازده بند بانک همو هزین شنگالی نه دبن سیوانا فرمانداریا هف باشتا شر بکن او وها خوی بانک همو هزین جبو آزادیا ازدیخوانا پیروز شهیدانه دبن سیوانا فرمانداریا میه باشتا ببن یک دکن اگر یکتی چه ببه امی بکارن شنگالی جدجمن مروایی چتاین دایش رزگار بکن او آزاد بکن مجبوری یکی پینگوک واوید ایروش بومه هم روزک پیروز او دیروکیه ایرو هر سک اف هزین شنگالی هاتن گلهف وما فرمانداریا خویا هف باش دامزراند جبوی البندینه که هزین دن ین شنگالی ده دبن سیوانا فرمانداریا هف باش دا بین گلهف و امی بوی شوایی شنگالی آزاد بکن جبوی جدوی همو کس دبن وی سیوانی دا ببن یک جبر که شنگال یا محمیانه و فرمانداریا ما یا هف باش جبو آزاد کردن شنگالی رول بلیزه جبو ویجید سری دا هزین وکه پکیکی ینکه او پدکی البندینه که همو هزین کردستانی دستک بدن او برپرسیارتی خو بینن جی سازی که سیویل یا امریکی زاروکن ازدی ین برشر دایش شخاندن و دبستان دور کتنه فیری زمان انگلیزی دکه الگند سیچی یگردای باجاروکی سیمیل یدها که نزدیک 1000 مالبتن ازدی ین کش برشر دایش جدور شنگالی کچبر بونه دجین الگند دبستان و خواندنگی تنه جبر ویجی زاروکن وان شخاندن و فیر بونه دور کتنه لی سازی که امریکی اولویت جکریه و مکتب فیربون زمان انگلیزی جوان را وکریه گور برپرسیاری وی سازی دکتر پول مارتین 12 ماموسته امریکی هات نور و وان زاروکن فیری زمان موسیق و کارن هنری دکن وزیری بروانی امریکی اشتون کارتر روز سیشمی 27 جوتمه را گیاند که امریکا ویریشی خال دجیری خستن تروریست داعش عراقی و سوریه پیستر بکه و تمنده میده آلیکارین زیادتر هزین سر عدی را دبین پیشکش کرن هر وها کارتر گوت هزین امریکی حولا خود کردن شهر دجی داعش باجار رقا یا سوریه و روبادی یا عراقی داده چتاین داعش اشترس اپراسیون گرتنا موسولی جوی باجاری درون سوریه و جور بری خود دادن ترکیه هر وها گلک ها را دست پیشبرگشی دکن الگور هنک آگاهیان هجمارک چکدارین داعش بریا سوریه خود گینن ترکیه هر وها تری دنو هفتیه که دا 15 کسان جوان الانین سینوری دهک و موسولی خارا دست هزین پیشبرگه کرنه هفتیو چوی شروان یپگه و چکدارین هزین سوریه دموکراتیک یریشی دایشی کرد و باجاروکی شداد یه روجوای کردستانی دست وری خستده رزگار کرد هات راگیاندن بالافرین شیر ین هف پیمانیا نو دولتی یا دجی دایشی دوی یریشی دا پشتوانی دان شروان یپگه و چکدارین هزین سوریه یا دموکراتیک و نووندین چکدارین دایشی شداد بمب باران کرد و وی باجاروکی روجوای کردستانی جی کنترل کرد باجاروکی شداد یه روجوای کردستانی سر پارزگی هسکه وای و سینوری کانتون جزیره دایه چند روز برینها روجوای کردستانی یپگی و چند کومن لشکریین عرب و سوریانون هولبندیک آوکرن و نوی هزین سوریه یا دموکراتیک لیکرن پشتی آوکرنا و هولبندی امریکای برای ازوانی 5 تن چک و تقمنی جوی هزار نورشان دبر مخموری یا باشوری کردستانی نه چکدارین دایشی تسلیمی هزین پیشورگه بون اف چکدارین دایشی کنجی سیویل اشچما زی دربازی بون او خوا را دستی پیشورگه کرن افسری پیشورگه دیار کرد پشتی که لپرسید وان چکدارن را هات کرن دی را دستی دادگاهی بین کرن لباجاری آمدی دنجام شهر هزین ترک و چکدارین دایشی دا 2 پلیس و 7 دایش هاتن کشتن 12 دایشی ساری هاتن گرتن 26 جوتمه دانسبیل نوچه کای پناری یا آمدی هزین پلیس دجی چکدار و اندامین دایشی دست به اپراسیونی کرنه الگوری میدیو ترکیه التاخه که باجر دمو هزین پلیس کت نماله که بومبه کل هفش مالی هاتو بودانین وان دا تقیا
هفتیا بوری یکینوین پاراستنا گل روگیاند هزین ارتشا ترک یریشی چپرین وان ین سرسینوری گریسپی کرنه یپکی دخیانی که نویسکی دروگیاند هزین ترک جشوا بیشتری جتمه اوش سبه و 25 جتمه یریشی چپرین شروانین وان ین سرسینوری گریسپی کرنه نه زانین کات انجام وی یریشی دا تشتک شروانین یپکی هاتیه یا نه بالکشه که اف یریش پشتی گفت سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان دژی پیده و روجوای کردستانی پکتی اردوغان گفته بود گریسپی باجوری که عربیه لی پیده لور کانتونی آواده که ایدی اف جبو مبویه پرسکریک اجبرویجی چه پیوسته دبی کرن رایدرین کانتونا کوبانی جد بیجن گریسپی گریدای کانتونا کوبانیه بسری خواه کانتون نینه هفتیا بوری یکینوین پاراستنا گل بریار دا 21 شروان خواه اشکار راوستینه داخیانی دا که 28 جتمه هاتیه بلاف کرن هات گوتن که بریار یپگل گور قانونا پیماننامه ژنو را هاتیه داین که نابه کسی بن 18 سالی دا ناو رفی نشکری دا جی بکرن یپگل گوتش برکن مرجن اندامتی دوان کسان دا نبو و 18 سالان بو بریار دورخستن وان هات دان داخیانی در واتی گوتن که هر 21 شروان خلق کانتون جزیره یا جوای کردستانی نه و پشتی که جرافین یپگی و یپجی هاتنه دورخستن یپگی اورودستی مالبتن وان کرن کوردیناسیون گیشتی یا هر سی کانتونن روجاوا گوتنن داوود اغلو که دبیجه مل یپگی دایه بانک کوالیسیون نوودتوی یالدجی دایشی کر که هلوست خال هم بری وی کریاری زلال بکه کوردیناسیون گیشتی یا ریوبری خاصر روجاوای کردستانی در باری یریشین دولتا ترک ین الدجی چپرین یپگی الکانتون کوبانی دخیانی یک دا رایا گیشتی دخیانی دا هات گوتن که نزیکبون البجارتن یکی مجداری را حکومت بسرکتی AKP بهتر دست خستنا و کریارین دجی مرو و همو قانون نامنتوایی بم پیکرن ارتش ترک باوایی که هوان بالافر و چکین گراند یریشی ولاتین سیویل و چپرین یکیناین پاراستنا گل کر بیکو رزداری نشانی ولاتین جنار بده یکینای پاراستنا گل توای جیانی را اثبات کریه که اف هزا یکمین یا که پاراستنا دموکراسی و مروایی دکه و شر چتاین دایشه دکه هزه شر کسی را نشان دایه کاش بو آواکرنا سوریه که فدرال و یکبوی تکاشینه دکه و بانک هوالبند خوی ین کوالیسیون نوودتوی یلدجی دایشه دکن که هلوست خالن بری وان کریارن زلال بکن و زخته دولت ترک بکن که دست جوان کریارن دجی مروایی برده دخیانی کوردیناسیون کانتون روجاوا وها بداویده به گلمه وی هرتم خواه راگره وی بسر بکوه باوریا بخینا شهیدن لهنگ وی بریوا ده به حتی داوی حتی آواکرنا سوریه که دموکراتیک و فدرال وی برخوا بده وان روجان المدیا کردی دا اف بس بلاو بو کاربری پارتی کارکرین کردستانی عبدالله اوجلان جشاندا امرالی را گوتیه دبکا ایدی هنمن نبینن پارلمانتاری پارتی دموکراتیک یا گلان یه انقره سری سوریه اندر ده تلویزیون CNN یا ترکی دا بویارین تروری یه داوی نرخاند هر وها گوت عبدالله اوجلان تفدیدنه که دا شاندا امرالی درباره پیواژی و چارەسەری جوان را وا گوتیه دبکا اف هفدیدنا میا داویه به اگر اف شری بدن دست بکرن و به نشین من مری بزانن و یدی جاره که دن نیر بداری چاوتی زانین شاندا امرالی هری داوی 6 نیسان 2015 گل عبدالله اوجلان هفدیدن کرده بود هفتیا چوی نتوین یک بوی نرازی بونه خو در باری راوستاندن حکمت ترکیه دو قانال راگیاندن ین سر اپوزیسیون ترکیه نشان دا او دا کفشه که پیوستیا رزداری ترکیه جبریارین نو نتوی را و مافن مروان هبه بردف که فرمی یا نتوین یک بوی کاترین ری دفیوینه که روزنامه‌وانی دا دیار کرد که اوانا کریارین نمروایی ین ترکیه نزدیک و دشوپینن و اویک جنری نوان یا درباره تولبون ترکیه جنتوین یک بوی را ودگرینه سرکومری ترکیه بری عبدالله گül پشتوانیل هبونا HDP کر او گوت هبونا HDP پارلمانتوی دا باشه و پیوسته سرکومری بری ترکیه عبدالله گül 28 جتمه دخیانیه که دا لروجنامه فینانشل تایمز بزمانی انگلیسی را بحثا هبونا HDP پارلمانتوی ترکیه دا کر او گوت هبونا پارتی دموکراتیک یا گلان پارلمانتوی دا تشتکی باشه ترکیه ولاتکی دموکراته و نامزدی اندامبون دیکتی اروپایی دایه گül هر وها گوت پرزگریک دورخستنا پارتیان چارەسەر نابن پرزگریک پهبونا پارتیان چارەسەر دبن و یک جوان پارتیان HDP و سر دا زیده کرد درکتنا دنگین جداش ترکیه تشتکی باشه و ترکیه جی تخواستن که گلک تشتان بگه
25 جوتمه سروک گیشتی پارتیا ماف و آزادیان حکوپار فهمی دامیر نوچه ترسوسی یا باجاری مرسینی ترکیه دنجام بیاره که ترافیک دا جیان خوش دست دا هات زانین که جنیاز فهمی دمیر نوچه جیان بیلی یا کنیای هاته وشارتن فهمی دمیر 26 جوتمه 2014 و که سروک گیشتی یه اکپاری هاته بوه بشارتن دنگو بحث جیانه پارلمانتار کرد ازدیل پارلمانت عراقی ویان داخل لی اسپانیا الگل شاه وی ولاتی فیلیپ کارلوس هفدیت دک پیکادی الگور آگاهی ویان داخل پایتخت مادرید دمو برداربون کنفرانس کتن الگل شاه اسپانی فیلیپ کارلوس هفدیت دک پیکانی و بحث رفش کیبانیان عراقی کرد داخل هروا بحث کارست داوی کو به دست دایش سرخلق ازدیهات کر و گوت کو لخستنا تروریستی حصارن کسین ازدی روان و قتل کرد گور راگیاندن شاه فیلیپ کارلوشی دلگرانی خوش بروی رفشی آنیاسمان و گوتیه که اف خمی بو همو کیبانین عراقی دخواه هروا کارلوس آمدهی ولات خواه بو پشکریا ازدیان آنیاسمان و گوتیه کش بو اف بگیشن مافی خواه و بین پاراستن او ده کار بکن امریکا و روسیا پشگریا چارەسەریە که سیاسیش کریزا سوریه را دکن وزیر دروای روسیا سرگئی لاوروف و وزیر دروای امریکا جون کری د تکلیه که تلفنی دا رفش سوریه نرخاندن وزارت دروای روسیا را گیاند دوی پیوندی تلفنی دا لاوروف و کری پشگریا خوش بودیته دا چارەسەریە که سیاسی جبو کریزا سوریه دان نشاندان و نرینین خواه لسر رباز دیپلماتیک و سیاسی بو چارەسەرکردنا کریزا سوریه کرن داخویانی دا هات گوتن او پیوندی تلفنی سر دخواست وزیر دروای امریکا جون کری بوده او ده گوتوبیشن خود هر دو آلیان درباره چارەسەری سیاسی بو کریز سوریه او به بجداری حکومت و کومن دشبری سوریه کرن ریوبریا سپور و جوانان یا اورمی راگیاند جبر به حرمتی کجلیستوانی کرد یتیما شردری اورمی هاتو بکرن فرمی دخواز لبورینش ویاتی کرن روز 21 وی مه لباجری اورمی یروشلات کردستان تیم والیبال یه شردری اورمی و بانک سرمایه یا تهرانی چرچوای لج کلوب والیبال ین ایرانی دا هاتو بون همبری هف و روزه هنک آلیگرن ترک آذری ین تیم شردری اورمی قرفخا شپزمام و حوالن لیستکوانی کرد یتیم فرحات پیروتبور کرد سوجی وان مروین پیروتبور تنی ابو کو کنجن کردی چوبون لجی بویارهان دنگک مزن ناو کردان دا ودا و دو میدیا جواکی دا راستی نرازیبونه که مزنات سرویه که ریببری گیشتی یه سپور و جوانان یه اورمی هفتیا بوری المالپر نیف فرمی یا کرد پریس دخته کمی را گود رایدرین تیما شردری اورمی فرمی دا خوازالی بورینی فرحات پیروتبور کردنه لیستکوانی کرد فرحات پیروتبور سال 1908 باجاری معبدش دایک بویه و سال 2003 و کتی ناف سپور والیبال فرحات ایسا دما بهاری جیبو اندام تیم ملی یا والیبال یا ایرانی هفتیا بوری باجاری توکیو ترکن فاشیست یریشی سرکردن که دنگ دادان کرن جبر پیشکتنا دنگ هدبه یل جاپانی خلقن ترکیین شوینی خواه نگرتن و یریشی سرکردان کرن انجامی ده دو پولیسن جاپانی و نه ولاتیان بریندار بون الجاپانی جی هدبه وک پارتی یکم تلبشارتنن وی جاری یکی مجداری درکت پیش و دانیمارکای جیل پیشه اف سرکفتن ترکن شوینیست هار کرن و وک گران خواه نگرتن و بدست یریش نوان دجی سیویلین کرد ین البر آوایی صندوق هالبجارتن توکی پایتخت جاپانی بون هجای گوتن یکل جاپانی نزدیکی 3600 ولاتیین ترک و ین باکوری کردستانی دجین و دما دسپیکرنا دنگداینی ترکان یریشی سرکردن که دنگی خواه دانه هدپی کرن و انجامی دا 12 کس پولیس و ولاتیان بریندار بون آلیکاری وزیر دروای روسیای میخائیل بوگدانوف کنونری تایبت یه سروکی روسیا ولادیمیر پوتین با کاروبارین رجلات ناوی نجی کنفرانسی که روزنامه‌نویسی دال سررفش سوریه آخوی اوراگیاند مسکو لگل روجوای کردستان دا تکلیه دایه دا که افجی بجدار بن پاش روج سوریه دا و مسکو هر وقت داخیا کرن دایش دژی کردان چکی کیمیایی کارانیه درباره وانگلیان دا کد بیشن بالافرین شیر روسیا دیریش خواین سوریه دا خاک سیویل دکن آروانچ بوگدانوف دا زانین اب یک تنی شهر راگیاندنیه روسیا تو برگه که سیویل نکری آرمانجا یریشان درباره شهر دژی دایش داجی آلیکاری وزیر دروای روسیا هر وا دستیشان کرد روسیا دژی همو کومن تروریست اوب تایبت رخصتنا دایشه چمکی دایشه چند جیان چکن کیمای کارانیه اوب تایبت دژی کردان
شانده که پارلمانتوی فرانسا سردان سوریه کر و بسروکی سوریه بشار اسد را جوینک بکنی. شانده فرانسی جوینه دا گوتن سیاست ولات روجواب سردنکت و داوی بشارجی نهاد. الگور آگاهی شفقانی نوچین پشتی آلوزبون رفش سوریه و تکچودا پیوندین فرانسا و سوریه 28 جتمه یکمین شانده پارلمانتوی فرانسا سروکی پارتیا دموکرات مسیحی یا فرانسا ژان فردریک پویسون سردان سوریه کرد. الگوردوچه که آژانس فرمی یا حکومت سوریه شانده فرانسی همه ویروژی لگل سروک سوریه بشار اسد جیبیا. جیگری وزیر درو ایرانی حسین امیر عبداللهیان راگیان سیاست کمرای اسلامی د پشتگیری حکومت سوریه دا نوی گویرتن. عبداللهیان دبیجه آلین که دخوازن بشار اسد دستلات دور بخد دوی بزانبن که تنی خلق سوریه دکاره وی بریاری بده. افگوتنن عبداللهیان بری جوین بیسنه جوتمه بیین دویان دا درباری کریز سوریه دست بکر و ایران جهات بو و خواندن. وزیر درو ایرانی الوینا الگل وزیر درو عربستان سعودی جیبیا. ایان کم اسلامی یا ایرانش بهستر پشتوانی حکومت بشار اسد و عربستان سعودی جی دشمن هری گرنکی حکومت سوریه. هات زانین جبر ارتحاج کل سرسینوری افغانستان و پاکستانی چی بیه هری کم 200 هفته افغانی و پاکستانی مرنه و بسدان کس جی بریندار بونه. بیشش جتمه الباکوری رجلات افغانستانی ارتحاج پیس ولای هفت چی بو. هرچی خواست نوند ارتحاج نو آخا افغانستانی بو لهری زده باندور پاکستانی کرد. الگور آگاهیان نوند ارتحاج 200 کیلومتر بین عرضه و 7 کیلومتر دوری باجاری فیاس آباده بو. دنجام کریز سوری مالبت کرد روجوای کردستان کوچبر ببو و دمهان بالا فرخانه روسیه آسیما مالبت کش محمد عبدو محمد و هفجیناوی و 4 زاروکینوان پشتی که حکومت روسیه بسدم و نراستی کاغازینوان افدربازی ولات نکرن جبرویه که نچار بون کنه که نو بالا فرخانه شریمتی الموسکوی ودن و بتدا بجیب بن سازی یونیتیو جیش آلی خود خارنه جوان را دشینه مالبت هان گلک زحمتین جیانی دیدن لی رفشوان برب باش بونی و چو دمکو رخصنه که مروایی داخواست شکبت کرد که آلیکاری بگینه وان پسارن کوچبرش سوری و عراق برب اروپایی چون لی مالبتا محمد عبدو روسیا کر آلمانج جبر که کسوکاری وی لورجیده بن محمد یک جورجوای کردستان دریا حولیری بری خدابو استانبول و پشت رابوسکوف یویده که زودترین دم دا چارسریک رفشوان را بیدیتن جبر که رفشو تندورستیا جناوی و زاروکینوی برب خلاوی واده چه تی زانین که مالبتا محمد اف 5 روزن رو ندیدیه. بدارین هجا او بو وشانا دنگ و بحث نفتیه که شهر 4 پرچین کردستانی و کردن دیاسپوروی هروا نوچین نونتوی جوره که دن هفتیاتی دیسا سروی نو نشانی بنجام نوچین هفتیه که امی راستیه بین برنامه نوچین یا رادیو ریاتزه باراست ترکی پشکشی وکر حتی نشمیاتی بمینن نو خیر و خوشیه دا